به نام خداوند جان و خرد، به نام ایران. آروم بگیر. داستان این ویدیوها از فردای ترور فخریزاده شخصیت جمهوری اسلامی شروع شد که چند تا بسیجی ادعا کردند که تا قدس را پس نگیرند آروم نمی نشینند. حال ببینید که کودکان ایران را چگونه شستشوی مغزی می دهند. و این یک زنگ خطری است برای آینده ایران. نخست پاسخ من به این افراد این است که شما می‌خواهید قدس را از کی پس بگیرید؟ مگر مال شما بوده که حالا می‌خواهید پس بگیرید؟ دوماً که این یک مسئله میان اعراب و یهودیان است که برادرزاده و همفرزندان ابراهیم‌اند و به شما هیچ ربطی نداره. این به خود آنها مربوط است و بس. اگر هم اصالتاً شما عرب حجازی و یا عرب پرست هستید، خب برگردید به همان سرزمینی که ازش آمده اید. در خاک پاک ایران چه می کنید؟ شما حق ندارید به نام ایران و به هزینه مردم ایران با کشورهای همسایه و جهان ستیز کنید. مردم ایران مردمی صلح طلب و خواهان آرامش هستند که شماها در این 42 سال صلح و آرامش را از این مردم گرفته اید. این ویدیوها را دیدید که اینها با فرزندان این سرزمین با آیندگان ایران چه کردند؟ تخم دشمنی را در دل این کودکان می‌کارند تا جنگ ادامه داشته باشد. حال روی من با اون دست هموطنانم هست که با این گونه رفتارها همراه میشوند و شعارهای مسخره تری میدهند. شما به عنوان یک ایرانی با شرف و با غیرت بایست در مقابل این تازیان و تازی پرستان فریاد بزنی تا ایران را پس نگیریم آروم نمی نشینیم. تا ایران را پس نگیریم آروم نمی نشینیم و این باید شعار ما باشه در مقابل این ارزشی های ولایی. پاینده باد ایران و ایرانی. تا قدس و پس نگیریم آروم نمیگیریم. آروم نمیگیریم مردن اسقاطی. تا قدس و پس نگیریم آروم نمیگیریم. تا قدس و پس نگیریم آروم نمیگیریم. آروم نمیگیریم. تا قدس و پس نگیریم آروم نمیگیریم. ایران رو پس نگیریم آروم نمیگیریم. تا ایران رو پس نگیریم آروم نمیگیریم.